به چنل خوشه و ماهی خوش اومدین، جایی که خوشه تو باد میرقصه و ماهی تو آب بازی میکنه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز تصمیم گرفتیم که راجع به ترس صحبت بکنیم. ترس چیزیه که همه ما از بعد تولد تجربهش میکنیم تو شرایط مختلف و به شکلهای مختلف. بنابراین تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع باهاتون صحبت بکنیم، نظرات ما رو بشنوید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم بدونیم. آره، در واقع این چند روزه چند تا مورد پیش اومد توی حالا اتفاقای زندگی شخصی و روزمرهمون که با اون ترسه توی لولی به هر حال مواجه شدیم و نتایج جالبی راجبش گرفتیم. ترس به نظر من لزوما نمیتونه بد باشه، با وجود اینکه یه واژه‌ایه که وقتی اسمش میادش همونطور که از اسمش معلومه و ترسناک به نظر میادش. ولی خب یه جاهایی همین ترسه به نظر من خودش تو راستای اون حفظ امنیته و اون آرامشه هستش. یعنی آره، به لازمه کمک که ما باشه. میاد. همینطور. یعنی آره، این که بخوایم کلا بگیم که باید حذف بشه از زندگیمون و احساس کاملا منفیه، به نظر من اینطوری نیست. اون نوع نگاه ما و برداشت ماست که تعیین میکنه. دقیقا همینطوره. چون که به هر حال واکنش طبیعی هر انسانی هستش که توی سری موقعیت ها این ترسه بدون اینکه اصلا خودآگاه باشه یه دفعه وارد صحنه میشه و ما رو دچار یه واکنشایی میکنه و ریاکشنایی میکنه که مثلا از پس اون ترسه در ادامهش اتفاق میفته. ولی خیلی وقتا حتی لزومی نداره اون واکنش و شاید اصلا اون احساس اضافی و زیادیه نسبت به اون اتفاقی که افتاده. مثالش هم خیلی ساده هستش. مثلا خیلی ساده، توی تصادفی که اتفاق میفته توی خیابون، خب معلومه که یه دفعه چون تصادفیه دیگه اسمش روشه، واکنش آدم اینه که آدم هول میشه، بعد مثلا از اون موقعیتی که قرار گرفته توش خوشحال نیست و یه دفعه با یه چیزی مواجه میشی که نمیدونید باید چه عکس العملی نشون بدی و خواه نخواه یه دفعه مثلا اون ترسه میاد و واکنش اول آدم میشه، در صورتی که اگه آدم به خودش و احساسات خودش مسلط باشه میبینی که خب نه، یه موقعیتی که پیش اومده و لزومی نداره که بترسی از اون موقعیت، فقط باید یه عکس العمل مناسب با اون موقع اتفاقی که افتاده نشون بدی. لزوما ترس به کمک آدم نمیاد تو اون شرایط، ولی این موضوع احتیاج به یه تمرین و یه تمرکزی داره که من فکر میکنم به مرور زمان وقتی آدم بهش واقف میشه میتونه روش کار کنه. و حالا یه موضوع دیگه هم که هستش، همونطور که اولم گفتم اول صحبتام، اینه که این ترس گاهی پشتش اتفاقا یه قدرت خیلی بزرگی پنهان شده. دقیقا مثل شرایطی که ممکنه که برای مثال توی یه شرایطی قرار بگیره که فرض کنید توی جنگلی هستین، یه حیوان وحشی رو باهاش روبرو میشید. آره. پشت این ترسه یه قدرتی مافوق و بیشتر از اون چیزی که تو وجودت هست و از خودت شناخت داری نشون میدی. مثلا یه دویدنت، واکنش آره، ناگهانی طبیعیه. ناگهانیه و اون قدرتی که بهت میده حتی تو تصمیم گیری های مهم. ناگهانی یا مثلا تو دویدنت، تو اینکه تو اون لحظه چی کار بکنی، یعنی پشت اون ترسی اون یه قدرتی پنهان شده. حالا این تو شرایط مختلف خودش رو نشون میده و لزوما گفتم چیز بد و منفی نیستش. ولی همونطور که آزاده هم گفتش باید یاد بگیریم که چطوری باهاش روبرو بشیم، چطوری بتونیم کنترلش بکنیم و یه جورایی انگار اون مدیریت بحرانه رو داشته باشیم. چون خب مهم. معمولا ترس تو شرایط خوشی که پیش نمیادش، که حتما یه بحرانی هست، یه اتفاقی هستش، یه چیز ناخوشایندی هستش که همراه اون، حالا اون نگرانیه و شاید یه سری حسای دیگه که کنار این ترس هستش،
این ترس ممکنه که اون احساس غالبه باشه، ولی وقتی که بتونیم اون بحران رو مدیریت بکنیم و مهمتر از همین که احساساتمون رو کاملا بشناسیمش، اون موقع میتونیم تصمیمای بهتری بگیریم، میتونیم کنترلش بکنیم دقیقاً. و ازش بگذریم. و هر چقدر که آدم بیشتر بهش مسلط میشه به این نتیجه میرسه کم کم که خیلی وقتا اصلا وجود خارجی نداره، یعنی اصلا دلیل محکمی واسه اون ترسه وجود نداره و ترسه یه عامل خیلی اصلا بیجا و بیخودی خیلی وقتا لازمه که عکس العمل دیگه ای نشون داده بشه تا مثلا لزوما ترس، و اون ترسه اصلا فیکه و واقعی نیست. مثالش رو بخوام بزنم، مثلا قراره که آدم میدونه که مثلا قراره یه جلسه کاری مهمی داشته باشه، این مورد مثلا اخیرا واسه خود من پیش اومد. قراره که یه جلسه کاری مهمی داشته باشی و یه سری صحبت ها و مکالمات انجام بشه که تو مثلا باید براش آماده باشی و پیش بینی بکنی که حالا مثلا مدیر اون دیپارتمان چی داره میگه و مثلا تو در جوابش چی میخوای بگی و قراره چه مسائلی رو مطرح بکنی. خب این یه کانورسیشنیه که باید انجام بشه و باید آدم به جزئیاتش فکر کنه، یا حتی اگر از قبلم آمادش نباشی و باید به عنوان یه جلسه کاری بهش نگاه کنی که حالا یه سری قراره صحبتایی انجام بشه در مورد کار و تمام میشه میره. ولی مثلا واکنش خود من بهش این بود که ترس اومده بود سراغم که او اگه که مثلا این سوالو بکنم من چجوری باید جواب بدم، یا اگه این واکنش رو انجام بدم من باید چجوری جواب بدم، یا اگه من اینو بگم اونا میخوان چی بگم. و این بکم فورده تو ذهن من باعث ترس شده بود و بعدا بهش پی بردم که حالا چون مکالمه بعدش انجام شد و اون جلسه انجام شد و اتفاقا خیلی هم اونطور که دلم میخواست نتیجه گرفتم ازش، بعدا فهمیدم که اون ترسه بسیار بیمورد بوده، فقط ساخته ذهن من بوده و اصلا ترسی لزوم نداشته که اتفاق بیفته، فقط یه سری صحبتایی بوده که قرار بوده رد و بدل بشه و به یه نتیجه‌ای برسه اون جلسه کاری. در صورتی که واقعا اون ترسه داشت منو اذیت میکرد و مثلا کلی قبلش به این فکر کرده بودم که الان مثلا چیزایی که اصلا قرار نیست اتفاق بیفته، یا حتی اصلا اگه اتفاق میافتاد ترسناکم نبود، تو ذهن من ترس ایجاد کرده بود. و بعد توی لولی بهش یه دفعه مسلط شدم و بهش بعدن که راجبش فکر کردم و بعدن که اتفاق افتاد اون جلسه راجبش صحبت کردم، هم با خودم فکر کردم هم با هلن داشتم صحبت کردم، داشتم میگفتم اون ترسه واقعا ترس فیکی بوده و مثلا برای چی مثلا میترسیدم از این کانورسیشنی که قرار دقیقا. بوده اتفاق بیفته. حالا اینو میشه آدم توی لیولای دیگه به کارهای دیگه‌ش هم وصل کنه، یعنی برای من خیلی یه دفعه یه چیزی باز شد که خیلی وقتا اون چیزی که ازش میترسیم یا مثلا براش نگرانیم و یک عالمه فضای ذهنی عجیب غریبی برامون ایجاد میکنه، لزوما اصلا ترسناک نیست و مثلا چیزی نیست که آدم بخواد واکنش ترس بهش نشون بده. دقیقا. و اینکه اصلا گاهی اون ترس نیست، به نظر من اون آگاهیه و شناخت از خودمون خیلی جا میاد به کمکمون تا احساسات واقعیمون رو بشناسیم. چون ممکنه که ما اسم اشتباهی گذاشته باشیم رو اون احساسمون. حالا مثل شرایطی که برای آزادشون پیش اومده بودش، ممکنه یه نگرانی باشه که ما اسمشو ترس میذاریم، فکر میکنیم که این ترسه، یا ممکنه که یه مهارتیه که چون ما بهش مسلط نیستیم یا به اون شرایط مسلط نیستیم اسمشو میذاریم ترس، یعنی احساس میکنیم که ما ترسیدیم و چیز اتفاق ترسناکیه، در صورتی که نه، میتونه فقط یه نگرانی ساده باشه، میتونه یه تواناییه که تو احساس میکنید نداری، یه مهارتیه که نداری و با برطرف شدن اونا و شناختی که از خودت و اون شرایط پیدا میکنی و تسلطی که پیدا میکنی اون شرایط، ناخودآگاه اون ترسه از بین میره و حالا
و ذهن آدم هم سناریوهای عجیبی میسازه عجیبی این وسط. میسازه. مثلا مثال جالبش اینه که خب مثلا همین پرواز، مثلا خیلی از پرواز میترسن. حالا درسته که یه شرایطیه که روزمره آدم تجربهش نمیکنه، چون ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و راه میریم و همه چیزایی که تجربه میکنیم در طول روز با شرایط زمینه. حالا توی هوا قرار گرفتن و توی هواپیما قرار گرفتن یه شرایط جدیدیه که چون بهش آگاه، یعنی اتفاق روزمره نیست، شاید مثلا ذهن ما واکنشش اینه که میترسه از اون موقعیت، در صورتی که اصلا ثابت شده هستش که مثلا اتفاقاتی که روی هوا میفته و مثلا حتی بگیم سقوط هواپیما یا مثلا اتفاقایی که قرار نقص فنی و این چیزا توی هواپیما ایجاد بشه، درصدش بسیار کمتر از تصادفایی که روی زمین انجام میشه و مثلا آدم‌ها با خطر مواجه میشن و اینا. ولی خواه نخواه چون توی شرایط جدیدی آدم قرار میگیره، کلا من فکر میکنم تو هر شرایطی، نه فقط پرواز، اتفاقای دیگه، مثلا یه چیزایی توی رابطه آدم مثلا پیش میاد که برای اولین بار آدم باش مواجه میشه، یا توی مثلا محیط کاری آدم یه اتفاقاتی میفته، یعنی که مثلا قراره که به جای اینکه یه سفر زمینی داشته باشی، یه سفر هوایی با پرواز داشته باشی، یه دفعه اون شرایط جدیده، چون که اتفاق روزمره نیست، یه دلهوره و اضطرابی توی آدم ایجاد میکنه که اسمشو ترس میذاریم، ولی لزوما اصلا لازم نیستش که آدم ازش بترسه، به خاطر اینکه فقط یه شرایط جدیده و انگار که اون واکنش مغز ما به مثلا حمایت کردن و پروتکت کردن از اون اتفاق که به شکل ترس خودشو نشون میده، ولی لزوما ترسناک نیست. دقیقا اون ناشناخته هاست که وقتی که ما این قدرت رو پیدا بکنیم که نسبت به خودمون اون شناخت رو پیدا کنیم و حالا اون شرایط، میتونیم تسلط بیشتری داشته باشیم و کنترلش بکنیم و دیگه نترسیم. آره، و اینم فقط به نظر من یه ذره با تمرین و با مسلط بودن به شرایط و به قول معروف ذهن آگاهی اتفاقیه که میفته و فقط یه ذره اگه که تو لحظه حال باشیم و مثلا از خودمون بپرسیم که اصلا اون ترس واقعیه و در واقع ولیده و مثلا ارزش ترسیدن داره یا نه، جواب این سوال ساده رو اگه بتونیم به خودمون بدیم، فکر می‌کنم خیلی وقتا اتفاقا ترسناک نیست و این ترس فیک میشه. و حتی میتونه گاهی هیجان انگیزم باشه، چون اگه رو مثبت هم باشه قدرت شرایطش. هامون و تواناییامون کار بکنیم، ناشناخته ها میتونه هیجان انگیز باشه و ترسناک هم نباشه. آره همینطوره. حالا شما مگه نظری دارین یا تجربه‌ای دارین راجع به اتفاقایی که فکر می‌کنین ترسناک بوده، بعدا فهمیدین اصلا ترسش الکی بوده ترستون الکی بوده و اصلا لازم نبوده که تو اون شرایط بترسین، و فیک بودن ترس و اصلا منفی بودنش رو یه جورایی متوقف کردن داستانا با ترس که اصلا لزومی هم نداره اتفاق بیفته. اگه در مورد این چیزا تجربه دارین خوشحال میشیم برامون کامنتی بذارین یا نظر خودتون رو بگین و اینکه اصلا بگیم ببینیم که نظرتون راجع به این مبحث چیه. منتظر کامنتاتون هستیم و امیدواریم که تجربه های ما و صحبت هایی که کردیم برای شما هم جالب و مفید بوده باشه. فعلا خدافظ. خداحافظ.